انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اتحادیه اروپا با پخش نامه سرکشاده به راهبر کمیسیون اتحادیه اروپا ژان کلود یونکر، نماینده خاص اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی پتر بوریان گفته است کمک‌های مالی و پولی اتحادیه اروپا از جانب حکومت تاجیکستان دزدیده شده در امر تقویت دیکتاتور مصرف می‌شود. این سازمان از اتحادیه اروپا خواسته است کمک‌های رسانیده خود را بازرسی، بررسی و مانیتور کرده و از نتایج آن جامعه را آگاه بسازد. انجمن مهاجران آسیای مرکزی گفته است کمک‌های اتحادیه اروپا یکی از سبب‌های گشته است که رژیم تاجیکستان سال تا سال رژیم دیکتاتور در تاجیکستان تحکیم و تقویت یافته برای بقا و ادامه حضور خود در سر قدرت قدم به قدم نشانه و ارزش‌ها و معیارهای نظام مردم سالاری را از بین برد. انجمن مهاجران درخواست کرده است تا آندمی که حکومت تاجیکستان در سمت رعایت ارزش‌ها و معیارهای حقوق بشر بازنگری نکند و دست به اصلاحات جدی و عملی نزند، از سرمایه گذاری به این کشور خودداری کند.